اگه تا حالا یک بارم وارد رابطه‌ای شدی که بعد از تموم شدنش احساس کردی له شدی، درک نشدی و یا دیگه خودت نیستی، این ویدیو برای توه. اومدن این ویدیو دیدنش از سمت تو تصادف نبوده، بلکه یه نشونه است برای تو. یعنی تکرار جذب آدمای اشتباه توی زندگی یه نشونه است و نشون میده که یه الگویی توی ذهن ناخودآگاه تو فعاله که اگه تغییرش ندی مطمئن باش این مسیر رو همیشه تا آخرش میری. لایک کن، سابسکرایب کن و تا انتهای این ویدیو رو تماشا کن، چون اینجا قراره از چی این مشکل رو با هم دیگه بررسی بکنیم و راه حلش رو بگیم. دختر رو تصور کن که توی هر رابطه‌ای که میره اولش همه چی خوبه، احساس خوبی داره، با هم دیگه خوبن و احساس میکنه که آدمش رو پیدا کرده. اما بعد چند هفته یهو همه چی تغییر میکنه، یهو اون آدم سرد میشه، بی‌تفاوت میشه و بی احترامی و گم شدن خودش رو دوباره تکرار میکنه. یعنی دوباره باز اون چیزا رو تجربه میکنه. این فقط نشونه برشناسی اون دختر نیست، بلکه نشون میده که اون آدم داره طبق یه الگوی ذهنی یا یه برنامه ذهنی اشتباه زندگی میکنه. اول بیاید بریم ریشه هاش رو بررسی بکنیم که چرا جذب آدمای اشتباه میشیم. روابط ما ریشه در سالهای اول دوران کودکیمون داره. وقتی کودک بودیم یاد گرفتیم که عشق چطوری کار میکنه. اگه عشق رو با بی‌توجهی، طرد شدن، کنترل شدن یا شرطی شدن یاد گرفته باشیم، مغز ناخودآگاه ما اون الگو رو به عنوان نرم توی خودش ذخیره میکنه و توی آینده و بزرگسالی دنبال کسی میگردیم که بتونه اون الگو رو برای ما تکرار بکنه، چون برای مغز ما آشناست و احساس امنیت میکنیم حتی اگه اون آدم بهمون ضربه بزنه و یا آسیب بزنه. تصویر ذهنی ناقص از خودمون رابطه خیلی مستقیمی با رابطه‌ای که قراره داشته باشیم، احساساتی که قراره تجربه بکنیم و آدمی که قراره باهاش باشیم توی رابطمون داره. یعنی تاثیر خیلی مستقیم با این سه چیز داره. وقتی ما باور داریم که به اندازه کافی خوب نیستیم، ناخودآگاه دنبال کسی میگردیم که این نظریه رو برامون تایید بکنه، چون باور داریم که سهم من از عشق همینه و بهتره که تصویر ذهنی خودمون رو درباره خودمون بهتر بکنیم. مطمئنم تو به اندازه کافی خوب هستی که لایق آدمی باشی که تو رو درکت بکنه، بهت احترام بذاره، تو رو با ارزش بدونه و در کل دیگه. گاهی بعضیامون احساس میکنیم که رابطه باید پر از هیجان و بالا و پایین باشه، اما در واقع ممکنه که این احساسات نه فقط به خاطر عشق بلکه به خاطر آسیب‌های گذشته‌مون باشن. گاهی آدمایی که ما رو جذب میکنن دقیقاً همون افرادی هستن که سبک دلبستگی‌های ناسالم رو توی ما فعال میکنن و ما با خودمون فکر میکنیم که آره این همون آدمی که من میخوام، اما در واقع نیست و فقط ما دنبال آدمی هستیم که مغزمون اون رو آشنا میدونه، نه اینکه اون رو سالم بدونه. حالا چطوری این الگوها رو بشکنیم؟ قدم اول برای شکستن این الگوها اینه که اون الگوها رو اول از همه شناسایی بکنی. یعنی برای مثال بشینی با خودت فکر کنی که آیا من همیشه جذب آدمایی شدم که به احترامی میکنن؟ آیا من همیشه جذب آدمایی شدم که با هم سرد بودن، بی‌توجه بودن؟ آیا من همیشه جذب آدمایی شدم که بهم بی‌تفاوت بودن؟ آیا من همیشه روابطم یک طرفه بوده؟ خب پس باید بشینی با خودت قشنگ فکر بکنی که این الگوها چیا هستن و برای تشخیص اونها میتونی حتی از روانشناس هم کمک بگیری. قدم بعدی کار روی عزت نفس و مرزگذاری برای خودته. عزت نفس واقعی یعنی که بدونی چی میخوای، چی نمیخوای و به خودت احترام بذاری. آدمی که عزت نفس قوی داره به راحتی میتونه مرز بذاره و هر چیزی رو توی رابطه نمیپذیره. برای مرزگذاری یه لیست از چیزای تهیه بکن که حاضر نیستی توی رابطه اونا رو بپذیری و قبول کنی. بدون این مرزگذاری‌ها وارد هر رابطه‌ای میشی و بازم خودتو گم میکنی. مرزگذاری یه مهارتی که با گذشت زمان و با تمرین خیلی زیاد قوی و قوی‌تر میشه. عشق واقعی نیاز به شعور داره، نه فقط احساس. باید بدونی دنبال چی هستی. یه رابطه سالم فقط نیاز به عشق نداره، بلکه عشق رو در کنار ثبات احساسی، احترام و حمایت میخواد. یه چک لیست درست کن. آیا اون آدم شنونده خوبیه؟ آیا ارزشاتو میفهمه؟ آیا بهت احترام میذاره؟ انتخاب آگاهانه یعنی قبل وابستگی اون آدم رو کاملا بررسی بکنی. تا وقتی فایل های ذهن ناخودآگاهت رو تغییر ندی، اون فایل های قدیمی دوباره تکرار میشن. این یعنی همون اشتباه، همون رابطه، فقط با یه چهره جدید. بازنویسی ذهن ناخودآگاه یه پروسه دیگه است که سعی میکنم او رو توی یه شورت جا بدم و براتون حتما توضیحش بدم. بعضی وقتا یه نشونه هایی رو توی رابطه میبینی که باید حتما خیلی جدی بگیری. به اینا میگن پرچمای قرمز. برای مثال بی‌ثباتی احساسی. یه روز تو رو میخواد، یه روز تو رو نمیخواد. یه روز گرم باد، یه روز سرد باد. یا حتی کنترلگری، سعی میکنه که همه چیز رو بر طبق خواسته و
بر وفق مراد خودش اون رو تنظیم بکنه. یا مثلا کوچیک شمردن یا بی‌توجهی بهت، اینا جزو پرچمای قرمزی هستن که اگه اونا رو دیدی حتما جمع کن و برو. حالا چطور برای یه رابطه سالم آماده بشیم؟ به نظر من آدم قبل اینکه وارد رابطه بشه بهتره که خودشو بسازه. یعنی مثلا علاقه‌مندی‌هاش، آگاهیش، مراقبه بکنه، هدفمند باشه برای خودش، چون کسی که واقعا خودشو دوست داشته باشه منتظر کسی نیست که بیاد بهش عشق بده، اونو کامل بکنه یا اونو بالا بکشه. دنبال کسی میگرده که همراه رشدش باشه و همون موقع است به نظر من که عشق واقعی هر آدمی سراغش میاد. اگه توی رابطه‌ای هستی که همیشه مضطربی، نگران نظرشی، منتظر پیامشی، همش استرس میگیره، باید بهت بگم که اون عشق نیست بابا، اون استرابه. عشق واقعی باعث نمیشه که مضطرب بشی، استرس بگیری. عشق واقعی آرومه، باعث میشه که خودت باشی بدون ترس طرد شدن. دنبال کسی نباش که ضربان قلبتو ببره بالا، دنبال کسی باش که تو رو آروم میکنه. وقتی رابطه به جای اینکه اتفاق بیفته ساخته میشه، با احترام، حمایت، اعتماد و شناخت همراه میشه و این یعنی یه مشارکت واقعی دو نفره. این رابطه حاصل کاره، نه فقط طغیان احساسات. و خیلی از منابع علمی نشون میدن که رابطه‌ای که با یه پارتنر واقعی، با یه آدمی که واقعا توی مسیر زندگی همراهته ساخته میشه، خیلی قوی‌تر از روابطیه که اثر طغیان احساسات یا یه عشق زودگذره، چون اونا بر روی پایه‌های محکمی بنا نشدن و خیلی زود این عشق‌هایی که باعث ساختن رابطه‌های ناگهانی شدن به یه جایی میرسن، به یه نقطه‌ای میرسن که ناهماهنگی‌ها و اختلافات به اوج خودشون میرسن و متأسفانه اون رابطه کات میشه. عشقی که از دل یه همکاری و همدلی واقعی زاده بشه به نظر من عاشقانه تر از هر عشق ناگهانیه. وقتی میخوای وارد رابطه بشی باید مسئولیتش هم بپذیری، یعنی تعهد داشته باشی، یه تعهد واقعی به خودت، به طرف مقابلت، به فضای بینتون. تو تا زمانی که یاد نگیری که رابطه فقط یه پناهگاه نیست برای وقتی که نیاز به توجه داری، تنهایی و رابطه یه کار مشترکه، همیشه شکست میخوری. اینو مطمئن باش. مسئولیت پذیری توی رابطه یعنی این که بفهمی که قرار نیست همیشه توی رابطه همیشه گل و بلبل باشه. ممکنه اختلاف پیش بیاد و توی این اختلاف باید فرار نکنی، بازی روانی راه نندازی، همه تقصیرها رو گردن طرف مقابلت نندازی. یعنی اینکه وایسی و خیلی عاقلانه و بالغانه مسئولیت کارهای خودت رو بپذیری، حرفی که زدی، رفتاری که ازت سر زده و وایسی و مشکل رو حل بکنی. رابطه سالم و درست رابطه‌ایه که ما در اون یاد میگیریم اول خودمون رو بسازیم. یعنی هر دو نفر یاد میگیرن خودشون رو بسازن و بعد در کنار همدیگه با هم ساختن رو شروع میکنن. کسی که بلد نیست احساسات خودش رو مدیریت کنه، خب نمیتونه یه رابطه سالم داشته باشه. رابطه نمیتونه نقشه درمانگر برای دردهای حل نشده‌مون بازی بکنه. یکی از نشونه‌های مسئولیت پذیری شنونده خوب بودنه. شنیدن از روی صبر، نه اینکه بخوای جواب بدی. میشنویم که درک بکنیم. وقتی شنونده خوبی هستی نشون میدی که به طرف مقابل احترام میذاری و این احترام پایه اصلی یک رابطه سالمه. مسئولیت پذیری توی رابطه یعنی این که بفهمی که حال خوب رابطه فقط با انتظار داشتن نمیاد، بلکه باید اون رو بسازی. گاهی اوقات باید معذرت خواهی کنی و از غرورت بگذری. گاهی اوقات باید حمایت بکنی حتی وقتی خسته‌ای. رابطه میدان همدلیه، نه میدان خودخواهی. و اینو یادت باشه که آدمی که دنبال فرار از مسئولیتاش توی رابطه میگرده همیشه دنبال مقصر میگرده. این آدم نه تنها آسیب میزنه بلکه خودش هم رشد نمیکنه. رابطه یه جاییه برای بلوغ، نه بازی با احساسات دیگران. و در نهایت راه درست رابطه سالم اینه که اول خودتو کامل کنی، بعد وارد رابطه بشی تا توی رابطه آدم بهتری باشی، نه آدم شکسته‌تر. چون رابطه سالم جاییه که دو نفر یاد میگیرن چطور با همدیگه رشد بکنن، نه اینکه فقط کنار همدیگه بمونن. توی کپشن بهت دو تا کتاب معرفی میکنم که با خوندن و مطالعه اونها میتونی برای خودت یه رابطه بهتر رقم بزنی. تو فقط قربانی نیستی، میتونی آگاهانه انتخاب بکنی، رشد کنی و وارد رابطه‌ای بشی که بهت احساس قدرت میده. نظر با خودت مهربون باش و یادت باشه که پایه و اساس رابطه خوب با دیگران داشتن رابطه خوب با خودته. اگه این ویدیو برات مفید بود لایک کن، سابسکرایب کن و حتما توی کامنت ها برام بنویس که مهمترین درسی که از رابطه‌های قبلیت گرفتی چیا بودن. خدا نگهدار.